به نام خدا. محمد زمانی هستم، دکتر علم اطلاعات با گرایش ذخیره و بازیابی اطلاعات. دسترسی به منابع علمی بخش اول سوالات رایج دانشجویان هست که شما را دعوت میکنم به دیدن این بخش. عزیزان دقت داشته باشید. بخش اول مباحث ما دسترسی به منابع علمی هست و طبق سوالات رایجی که شما دانشجو داشتید میخوایم به اولین سوال شما بپردازیم تحت عنوان چگونه میتوان به مقالات علمی معتبر و رایگان دسترسی پیدا بکنیم. خب بیشتر شما دانشجویان میپرسید که چه پایگاه‌هایی میتونن معتبر باشن و همچنین رایگان. این اولین پایگاهی که من میخوام معرفی بکنم تحت عنوان SID هست با آدرس sid.ir زیر نظر مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی هست و تا حدی من میتونم بگم که مقالاتی که درش وجود داره مقالات معتبر هست و اعتبارش بر حسب اعتبار مجلات وجود داره. خب در قدم اول اینکه من میخوام یک تستی رو انجام بدم با عبارت انتقال حرارت. یک جستجویی که انجام دادم تعداد 29690 تا نتیجه جستجوی من بود. یک دلیلش اینه که من این عبارت به صورت کلی وارد کردم، به یک موضوع کلی هست و نتیجه که میتونه داشته باشه به صورت طبیعی هم هست این تعداد. و اینجا من بخوام اگر محدودیت قائل بشم و از عملیات فیلتر استفاده بکنم، از فیلترهای سمت راست سایت میتونم استفاده بکنم. اینجا دقت داشته باشید فیلترهای اهم از سال، بانک ها، گروه های تخصصی. من اگر از بازه زمانی استفاده بکنم به سیستم گفتم که از سال 1400 تا 1404 مقاله ها رو برای من بازیابی بکنه. بعد تعداد بانک هایی که اینجا داره، حالا اهم از نشریات هست، سمینارها هستن، همایش ها و همچنین طرحها. خب به لحاظ اعتباری و ارزش نشریات علمی داره اعتبار بهتری هست. من نشریات رو انتخاب کردم. بعد به لحاظ گروه تخصصی فنی مهندسی رو انتخاب کردم. این اعدادی که جلوی این نشریه و فنی مهندسی اومده نشون دهنده اینه که تعداد مقاله هایی که در بانک اطلاعاتی نشریات هست و همچنین گروه تخصصی که اینجا عدد زده نشون میده که در این تعداد مقالات رو میخواد بازیابی انجام بده. خب اینجا دقت داشته باشید با توجه به عملیات فیلتری که من انجام دادم و محدودیتی که ایجاد شد، تعداد مقالات از 19000 خورده‌ای رسید به 7800 خورده‌ای. خب اینجا قطعا پیدا کردن مقاله های مرتبط خیلی بهتر از اون تعداد زیادیه که قبلا اومده بود. اینجا من یک بحث خیلی مهمی رو میخوام مطرح بکنم و اون اینه که نتایجی که اینجا حاصل شده میخوام بدونم که مقاله هایی که اینجا وجود داره کدوم مقاله ها معتبر هست و دارای ارزش بالای قرار داره. خب به عنوان مثال این مقاله که اینجا اومده تحت عنوان تحلیل عددی کمینی کردن تولید انتروپی، نشریه‌ای که اینجا الان این مقاله درش چاپ شده تحت عنوان علم و فناوری در مهندسی مکانیک. حالا از جمله سایت هایی که شاخص ارزیابی اینو انجام میدن من براتون معرفی میکنم که توی گوگل میتونید اسمش رو سرچ بکنید و وارد سایتش بشید. خب خیلی ساده صفحه گوگل باز میکنید و تایپ میکنید پورتال نشریات علمی. خب در پورتال نشریات علمی وقتی که وارد سایت شدیم که زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری هست، اینجا من داخل باکس جستجوی پیشرفته همون نشریه رو اینجا تایپ کردم و جستجو رو زدم و نتیجه‌ای که شما اینجا الان
براتون حاصل میشه اینه که در این انتهای صفحه نشون داده که از سال 1402 و همچنین 1403 دارای اعتبار ب بوده و تقریبا اعتبار خوبی هم داشته. یک پایگاه دیگه رو هم میخوام معرفی بکنم تحت عنوان پایگاه اطلاعاتی مگیران. تفاوتی که با پایگاه اطلاعاتی SID داره اینه که تعداد نشریات و همچنین موضوعاتی که پوشش میده از SID خیلی بالاتر هست. همچنین یه سری قابلیت هایی داره که SID این قابلیت ها رو نداره و تنها مزیتی که بانک اطلاعاتی SID داره اینه که به صورت رایگان هست و نیازی بر این نیست که شما هزینه رو پرداخت بکنید. عزیزان دقت کنید، در پایگاه اطلاعاتی مگیران اگر بخوایم یک عبارتی رو با توجه به کلیدواژه‌های مهمی که بار معنایی داشته باشن در سرچ باکس قرار بدید، این در قسمت جستجو وقتی که روی این کلیک میکنید یک گزینه‌ای داره که مقالاتی که بازیابی میشه شما میتونید این گزینه رو انتخاب بکنید و مقالات شما رو در مجله‌های علمی معتبر جستجو میکنه. این یعنی نشون میده که از قابلیت‌های خیلی خوب مگیران اینه که مستقیما مقاله ها رو در مجله های جستجو میکنه که دارای اعتبار علمی بالایی هست. خب در این تصویر شما نتایجی رو که مشاهده میکنید، این مقاله مورد نظر من هست و اگر بخوام این مقاله رو در این نشریه که منتشر شده خود مجله رو مورد ارزیابی قرار بدم، روی عنوان نشریه انتخاب میکنم و صفحه بعدی که میاد مگیران یک بخشی رو اختصاص داده به اینکه یه لینکی رو اینجا آورده که با لوگوی کره زمین وقتی روش کلیک میکنید شما رو مستقیما میبره به وارد سایت همون نشریه. من در این صفحه هوم پیج نشریه یک گواهی رو میبینم که نشون دهنده اینه که این مجله موفق به کسب رتبه الف شده. خب برای اطمینان از اینکه بدونم این مجله دارای اعتبار علمی بالایی هست، چه سالهای قبلش و چه سالهای بعدش، میتونم از پورتال نشریات علمی استفاده بکنم که در جستجوی پیشرفته همون نشریه رو اینجا من سرچ کردم که نشون داده که از سال 1401 دارای اعتبار ب بوده و از سال 1402 ارتقا پیدا کرده. همچنین سال 1403 نتیجه خودش رو حفظ کرده و دارای رتبه الف هست. عزیزان دقت بکنید، من تا اینجای بحث مقالات علمی فارسی رو مورد بررسی قرار دادم و نشون دادم که به چه شکلی شما میتونید نتایجی که به دست بیارید، مقالاتی که بازیابی میشه، مجله های معتبر به اون رو بررسی بکنید و هر مقاله رو برای مقاله مورد نظر خودتون انتخاب نکنید. اگه به این سبک ویدیوها علاقه‌مند هستید کانالم را سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو فعال بکنید، هر زمان ویدیو جدیدی منتشر کردم با خبر بشید. هر گونه سوالی هم داشتید کامنت بذارید، بنده به همه کامنت ها پاسخ میدم. حجم سوالات شما اگر زیاد بشه ویدیوهای جداگانه رو برای پاسخ به شما تهیه میکنم. شما را به دیدن بخش دوم سوالات رایج دانشجویان دعوت میکنم.